سلام بچه مقبولم ریاضت تصمیمات به عمل کجاست؟ علیک سلام. در اول ایره باید بردویم که ما بچه مقبول نیستم، کم احترام داشته باش بیادر. برای ریاست تصمیمات به عمل همینجا است و من هم رئیس چی هستم. راست میگی مرا خب بازی نمیدی؟ بله برادر راست میگم. یک دم دروغ نگویی که دروغگو دشمن خداست. بله برادر چرا دروغ بگویم؟ مگرم تو تا حال مرد تلویزیون ندیدی؟ در تلویزیون خود دیمت خود دام تلویزیون هم دروغ میگه که تکه تکه شو حکومت تقلبی را قبول نمیکنم با میگیری قبول میکنی، یعنی راست میگی رئیس تصمیمات به عمل خودت هستی؟ بله برادر والله بلا که دروغ نمیگم. خب برادر من از خودت یک خواهش داشتم. بله بفرمایید. برادر شما با مسئولین بگوین که یا به جوانا کار پیدا کنه یا تاوان زردک های مرا بده. یعنی چی برادر؟ یا به جوانا کار پیدا کنه یا تاوان زردک های شما را بده؟ یعنی بیکاری جوان چی ربط داره با زردک شما؟ زردک منی زردک های. خب همون چی ربط داره بیادر؟ رئیس صاحب والای میتون نمیفهمی که کل جوانای مملکت بیکار است. خدای بنندی والای ما بیکار است. خب خواهی مسئولین پس چی کار میکنن؟ خواهی یا به جوانا کار پیدا کنن یا تاوان زردک های مرا بدن؟ برادر ربط بیکاری مردم به زردک های تو چی است؟ ایره بگو بر من. رئیس صاحب سعی کن هرچی من میگم تو بگو. خب رئیس صاحب سعی کن رفیق های ما بیکار است بگو. خب من زردک فروشی دارم بگو. خب این رفیق های بیکار من میاین سر ماشین زردک فروشی نگفتی؟ خب وقتی این رفیقای من میاین سر ماشین زردک فروشیم یکی زردک ها را میگیرند که تا زیر دامانشان پاک میکنن نگفتی؟ خب دیروز من 10 زردک خریده بودم، از 10 زردک فقط 3 کیلویش فروخته بودم بگو. بیادر گفته کشتی ما. بگو. از 10 زردک فقط 3 کیلویش فروخته بودم دیگه همیش خلاص شد. حساب کن که من چه قندی والای بیکار دارم. هر کس میاد که تا زیر دامن خود پاک میکنه و میخوره. یعنی از 10 زردک 3 کیلویش فروختی دیگهش همیشه رفیقایت خورد؟ بله تو بگو برادر من چی خدمت بکنم؟ خب برو به مسئولین بگو که یا به جوانا کار پیدا کنن یا تاوان زردک های مرا بدن. چشم برادر من صدای خودت به مسئولین میرسانم. مقصد دروغ نگویی مرا بازی ندی یک دفعه؟ برادر از شیریم معلوم میشه که داره بازی بودم یا دروغ بگویم؟ بله خب صحیح معلوم میشه شوخک. خب برادر من تو را بازی نمیتم، حتما صدای تو به مسئولین میرسانم که با جوانا کار پیدا کنن و یا تاوان زردک های ما بدن. بله یا هم تاوان زردک های تو بدن. تاوان زردک های سیاه ما بدن. بله تاوان زردک های سیاه تو را هم بدن. تاوان زردک های زرد مرا بدن. درست از برادر بچشم. احیانا زردک کدام رنگ دگام نداره که تاوان امورم بدن. یعنی خجالت نمیکشید دایس رسیدی اما نمیفهمی که می زردک از رنگ زیاد نداره به شرمی یک ذره. خود درست از برادر. حالا برو که من هزار کار دارم. حالا بچه مقبول چرا قضیت سپانی میشی؟ خود درست از رفت میفهمی لشمدین که تو هم کلام شد. من رفتم خداحافظ. سلام دوستای عزیز، اگر میخواین که برنامه های آینده لشمدین خانه از دست ندین چینل ما لایک، سابسکرایب و زنگوله فشار بدین. تشکر.